اگه انرژی درونی خودت رو تبدیل نکنی، زندگیت به فنا رفت. انرژی یک منبع آگاه درون انسانه که خودش همیشه بوده و هست و هیچ وقت از بین نمیره، ولی فقط از یک شکلی به شکل دیگه‌ای تبدیل میشه. یعنی از ترس، اضطراب به شادی و خوشحالی و به موفقیت تبدیل میشه، به آگاهی تبدیل میشه. انسان هیچ وقت نمیتونه به طور کامل شاد باشه، ولی فقط میتونه که آگاه باشه، آگاه نسبت به تمام مسائل زندگی خودش. من نمیتونم زندگی بقیه رو تغییر بدم، من فقط میتونم زندگی شخصی خودم رو عوض کنم و فقط میتونم درون زندگی خودم تاثیرگذار باشم. انرژی خودت رو باید بگیری در چنگ خودت و در دستان خودت بگیری و هدایتش کنی، چون اگر هدایت نشه امکان داره هر فاجعه‌ای به بار بیاره. هر چیزی امکان داره و باید خودت هدایتش کنی، خودت به سمتی و به سوی اونو سوق بدی و بتونی بهترین نتیجه رو ازش بگیری. نباید بذاری به حال خودش باشه. فکر انسان، ذهن انسان ناخودآگاه خیلی داره فکر میکنه، افکار منفی نسبت به گذشته، نسبت به آینده، همه جوره داره زندگی میکنه جز لحظه ای حال رو. و باید تو درون خودت بری و اون انرژی رو کنترلش کنی و به الان زندگی کردن بچسبی. همین الان تو داشته باش، بذار زندگی تو در دستان خودت باشه، نه در دستان ذهنیتی که به گذشته و آیندت فکر میکنه. لحظه ی حال مهمترین و پر انرژی ترین لحظه ایه که تو میتونی داشته باشی. آینده تو امروزه نسبت به گذشته تو و گذشته تو امروز تو آینده تو رو تشکیل میده. تو هر آن چیزی هستی که الان هستی و هر آن چیزی رو تشکیل میدی که قراره در آینده داشته باشی.